قسمت بعد ویدیو بعد میگیم که قرار تو این چنل چیکار کنیم، اصلا من کیم، این کیه، اون کیه، این کیه. و الان قرار بریم این ویدیو بعد اون آپلود میشه ولی این اولشه. الان قرار بریم بک‌گراند آماده کنیم. ما الان فقط یه دونه اسپری رنگ خریدیم، اسپری رنگ سبز. قراره که لوگو و اینا رو بکشیم و حالا بریم ادامه. سلام مجدد. الان قراره بریم مغازه باز شده، قراره بریم اسپری که داریم. الان بریم یه کاغذی آماده کنیم. الان بریم بخریم. سلام، رایان هستم، نوکرتونم هستم. سلام، منم ناصر هستم. میخوام ترکش بشیم بریم. تو ویدیو بعد هممون رو میشناسی. الان اسم هیچ کدوممون نمیدونیم، فقط رایان که خودش معرفی کنه. خدافظ. بریم. ناکنه عشق باشیش صفا باشه. نوکرتونم هستم. دوستان من دارم میمیرم. سربالایی بال. خیلی سربالایی شد. بکش. درد ماهانو بکش. درد راست دوستان نمیتونم، خیلی سربالایی. بیا این سر پایین. دارم پاره میشم. بچه متاسفانه این مغازه همین بسته است. حداقل 5 دقیقه دیگه اوکی میشه. 5 دقیقه دیگه میبینیم. کاغذ بچه، کاغذ آچارینا منظور نیست، کاغذ بزرگ. آقا ما میریم میایم. 3 2 1 لیتس گو. بچه ها لازم ترین باز شما رفتیم این کاغذ رو بخندیم. الان میخوایم روی این دیوار بچسبونیم و آخرش با شما میریم. Let's do this. بچه هنوز هم که هنوز کامل نشده. قراره جای این مربع ها پشت با رنگ سبز، چون بک‌گراند یکم سبز طوره و الان یه ویدیو بعدی آپلود میشه که اولین ویدیو بود، یعنی بک‌گرانده ولی میدونی منظورم چیه دیگه، یعنی معرفی مونه و آره و باگ مانده چیزم کرم ریختیم، بطری آب رو سبز کردیم، بطری آب و من اسمم رو دو چرخم نوشتم و تا یه ویدیو دیگه فعلا خدافظ.